مختص نجیب جان فقط آشپزی کنه هر کار کنه ویدیو میگیره دیگه دنبال کن مهربانه و همچنان حمایت کن یک حمایت جانانه سابسکرایبش پرش نه دیگه باشتای میشم کنم شد چیزی نمنده تشکر زمه شو نجیب جان تو فکر میکردی که مهربانه اینقدر تو سابسکرایب کده که نه به خدا بازم از بیننده از آقای گل آلای گلیم هر کس که سابسکرایب کده کامنت های قشنگ دیده لایک کده از یک دنیا سپاسگزارم. به نام خداوند بخشایده و مهربان با عرض سلام و خسته نباشید تقدیم همه شما هموطنان عزیز مهربانا و نازنینا خوش آمدید به برنامه امروز از ما. امروز معرفی چینل نجیب جانه دیگه در نبودی نجیب جان ما چینل داشت چینلش فقط کامنتور جواب داده 45 دانه سابسکرایب داشت ما گفتم امیره یک حدی پیش ببرم یعنی خوشبختانه در بیده 496 که 98 او 500 سابسکرایب پرکتون بخیره دیگه اینزی به بعد چی نجیب جان خود چی بیشتر فعالیت منه دیگه باش که نجیب جانم نجیب جان سلام در کل آقای گل آقای گلیم هر کس که ویدیو نزمور سیلم یک من سلام خاص و گرم بوده شی رحیمنم تقدیم شی دیگه امیدوارم که من حمایت کنین سابسکرایب کن لایک کن کامنت های قشنگ بدین تا بتونه که چیز خوب ویدیوهای خوب بلی دیگه خیلی بیننده گفته چرا دو چینل زدین یک چینل موجود یک چینل را که پیش ببرین خیلی خوبه یالا میگه جمشید جان توضیح میده که چرا دو چینل زدین. خب مهربانا دلیل از یک ما مجبوریت همون کار نمیتونی دیگه به من نسبت نجیب جان چینلشی فقط کامنتور جواب داده 45 دانه سابسکرایب داشت دیگه ما گفتم باش همین کم تبلیغ کنم همین شاید بال برم با تشکر شما مهربانا که سابسکرایب کردین در 496 که 98 مخصی ها رسیده دیگه 500 حساب کو دیگه 500 سابسکرایب دیگه منده دیگه بعدش بخیر همون واصل کنی درآمد چرا کمک شنم روز یک نسخه دارو میشه یک کرای موتر میشه یک خرج خانه یک کرای خانه میشه یا ویدیو ها هدف از مو آره کچلو کمک میشن روز آقای گل آقای گل خوب کمک میشه دیگه که نشد نیست بی کرای تا نیست بازو که شونم خوبه یک نان خوش که موشنم خوبه دیگه مو کار جمشید جان کارای چیز رو نمیتونه که کارای بورنده بیرون کارای سنگین کاریش کنه دیگه تو کارا نمیتونه امیتون اما از مجبوریان مامی تو چنل دیدنه که باید فعالیت خورد این خوب زیاد سنگین کاری نیست دمزی فعالیت خورد دامار بدی از بیکار شد ده این کارا خیلی خوبه به نظر من بله و یک سرگرمی زیاد میشه برای نجیب جان دیگه این مختص نجیب جانه فقط آشپزی کنه هر کار کنه ویدیو میگیره دیگه دنبال کن مهربانه و همچنان حمایت کن یک حمایت جانانه که سابسکرایبش پرش نه دیگه باشتای میشم کنم شد چیزی نمنده تشکر زمه شو می ویدیو از ما سایل کن که می باشتای میشه پرش نه تا خوبش دیگه شما بیننده نازنین همین تقاضا دارم دستم را بگیرین تا بتونم قویشنم بالتر برم تا ویدیوهای خوبش بلم حمایت کن دیگه جور باشین زنده باشین نجیب جان تو فکر میکردی که مهربانه اینقدر تو سابسکرایب کده که نه به خدا بازم از بیننده از آقای گل آلای گلیم هر کس که سابسکرایب کده کامنت های قشنگ دیده لایک کده از یک دنیا سپاسگزارم که ما حمایت کن جور باشین زنده باشین. بله بسیار تشکر از همه شما مهربانا جور باشین خدا شما حفظ کنه مسافر و زندگی در کل دیار مسافرت سخته امیدوارم که خوش خندان باشین دیگه او هموطنای از ما که در اندونزی در ترکیه در ایران در پاکستان این
انتظارن، امیدوارم که قبول شنن و از انتظاری راحت شنن در کشوری که دوست دارن در اون کشور برن دیگه. هیچ جای پناهی وطن خودتون نمیشه، ولی وقتانه متاسفانه وطن از ما که ممانعت زیاده دیگه، کارمار نیه دیگه، زمینی درس هم نیه دیگه، مجبوری که از وطن خور شدیم. من خود جان من در ایران سنگ بری زیر سنگ شد در کار در ملک مردم. میال یک همسایه از ما من شکسته به خاطر حتما در وطن کار نبوده دیگه نه؟ گفته ما با بطلاری میکشتم اینجا چیز بوده، این ریزه بوده که چشته. میگه ما فقط بلدی که موز کدام نژادی دیگه این در افغانستان نرفته. افغانستان یا هم که میخوایی که مگی که برین یا نرین مو ترس نمیشه که چرخم باشه نباشه یا کلگی هم میخوام خب مهربانا دیگه ویدیو را طولانی ننی دیگه، تا ویدیو برنامه بعدی شما رو به الله پاک میسپارم. الله یار و مددگار تو، خدا نگهدار.